ما باید پیش روی خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم. انتخاب رئیس نوی شورای عالی جمهوری تاجیکستان محاکمه کرده شد. برای انتخاب به وظیفه رئیس نوی شورای عالی جمهوری تاجیکستان نامزدی وکیل مردمی امامعلی رحمان و سروزیر سابق مملکت عزت الله حیایف پیشنهاد گردید، ولی عزت الله حیایف نامزدیش را بازخواند و کمیسه حساب آواز نامزدی امامعلی رحمان را به ورقه آوازدهی پنهانی ثبت نمود. طرفدار برآمد کردگی امامعلی رحمان را گفتم این کس را از وقتی دیپوتاتی ما پارلمانتاری که ساختیم از همه روز که می‌دانید برای خلق، برای دولتی قانونی کنستیتوسیونی حرکت میکرد. برای همین هم از نام دیپوتات‌های شهر خوجند و ولایت ما تقدیم می‌کنیم همین آدم رو به رئیس شورا پیشنهاد کرده شد. اگر مقصد ما یکتا باشد، همون آباد کردن و تیش کردن، آرام کردن باشد، همون مقصد یکتا باشد، همون رحمان و امامعلی شخص من هم دستگیری میکنم. التماس میکنم که دیگران خود شما گام زده، یگان اگر نکته و دیم همین کسا دستگیری کنیم با فکر من جانب نمیشه. من از نام نمایندگان شهر کسوداده، شهر نو، ایسار همیشه تکلیف میکردم که رحمان امامعلی دیپوتات شخصی با این وظیفه پیشبری کرده شد و از همه شما خواهش میکنیم که اگر ما برای همین با افتاب آورده ریسپوبلیک حرکت کنیم و طرفداری همین کس آواز کنیم، دستگیری کنیم، ممکن که همین آدم از روزه همین کار برده. از 197 وکیل که در اجلاسیه 16 شورای عالی اشتراک داشتند، 186 نفر به جانبداری امامعلی رحمان آواز دادند و او رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. Одна кандидатура народного депутата Республики Таджикистан товарища Рахмонова Эмомали. Роздано 197 бюллетеней для тайного голосования. При вскрытии оказалось 197 бюллетеней для тайного голосования. Недействительных бюллетеней нет. При подсчете результатов тайного голосования оказалось Рахмонов Эмомали за 186, против 11. البته باوری کرده انتخاب کرده تا معتدل گرداندن و تا انتخابات نو همه ما شیشتگی در این تابع باید یار و برادر باشیم، همفکر باشیم و تمام چاره‌ها را ببینیم که در جمهوری پیش روی خودریزی گرفته شود. وظیفه اساسی هر یک شیشتگی در این تابع از آن عبارت است که پیش روی خودریزی را بگیریم و از ساعت‌های مقصد و مرامی در این وظیفه عالی که شما باوری کردیم از این ثابت شد. باور کنید ما حاضر بعضا آدم‌ها میگه از ما وابستگی ندارد، نه از هر یک شخصی ما ذره هم باشد وابستگی توان دارد. بعضی سیاستمداران و سیاستشناسان حتی گفته بودند که عمر این حکومت زیر سروری امامعلی رحمان جوان از 2 هفته زیاد نخواهد بود، ولی واقعیت نشان داد که در سیمای امامعلی رحمان خداوند به مردم تاجیکستان پیشوای فداکار و مردمی را عطا نمود. در آخر جلسه روز 19 نوامبر متن مراجعتنامه به نام پرزیدنت های فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری ازبکستان و جمهوری قرقیزستان در خصوص وضعیت جمعیتی و سیاسی کشور قبول گردید. ضمن سخنرانی‌ها پیشنهادهای زیاد به میان گذاشته شد که منبع در اجلاس 16 مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراک کنندگان مجلس سخنرانی رئیس کمیته اجرایی ولایت کولاب وکیل مردمی امامعلی رحمان را با دقت شنیده از آن با گرمی استقبال کردند. این به سبب نبود، زیرا در طول چند ماه آخر ولایت در محاصره اقتصادی قرار داشت و در نتیجه اهالی آن به مشکلات و نرسیدن آذ و قواری روبرو شده بود. در مورد 7 ماه یگان چی تو ولایت کار میکنند؟ آدمان چون جارا خود ایزالا بکنند
اتصالی و زندگی ولایت نیست. جای رفتن یک مراتبه همینجا یک دیگر فهمی کنیم. همه همین جنگجوها برای کرسی هست و برای چی دیگر که 3 سال ما همین رویم دیده شد همه برای کرسی برای وچه جای یک بار مدی نظری وچه کنیم وچه رو نکنیم که یک از دیگر التماس هستن به شما برای نزید. امام علی رحمان از جمله اظهار داشت جنگ شهروندی خسارات عظیمی را به عمل آورده سببگار هلاکت 10,000 نفر آدمان گردید. 10 سالها لازم می شود تا زخم و جراحت های این فاجعه معالجه شوند. دوام دادن خونریزی بی‌عقلی است و ما به آن می کوشیم که در هر یک خانواده صلح و آرامی حکم فرما باشد. محض با همین مقصدی عالی ما به اجلاسیه آمده ایم. سخنرانی کوتاه ولی پرمحتوای وکیل مردمی امام علی رحمان از نطق‌های دیگر اشتراکداران مجلس با آن فرق می‌کرد که مسئله گزاری‌ها واقعی و مشخص بیان شده بودند. شرکت کنندگان مجلس درک کردند که امام علی رحمان شخصیت است که اراده سیاسی او به حل مشکل ترین مسئله های حیات خلق و وطن روانه شده است. مجلس نمایندگان منطقه های تاجیکستان حجت های زیاد قبول نکرده باشد هم وی امکان داد که فعالیت اجلاسیه 16 به مجرای معتدل وارد شود و چون نتیجه بی‌واسطه آن 18 نوامبر سال 1992 همچون یکمین روز کاری پرمحصول اجلاسیه در صحیفه تاریخ ثبت گردید. در همین تالار شورای عالی اتفاقی بین همه دپوتات‌ها همه گروه‌ها علاوه خصوص امروز ما حس کرده ایستادیم که همین یک دیگر فهمی یک دلی بین تای شورای عالی شده ایستاده است و باوری داریم که روزهای دیگرش هم همین خیلی دوام میکند. حالا ما باید همه کی نباشد ما باید پیش راه خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم.